دیگه بعد از گذشت 8 قسمت به نظرم بهتر هادی اجازیفر یه فکری به حال داستان سریال داریوش بکنه و این همه مخاطب و منتظر نذاره. انگار کش دادن ماجرا و نشون دادن صحنه‌های تکراری داره از واجبات این سریال میشه و اگه نباشه باید تعجب کرد. سلام دوستان، وقت بخیر. توی این ویدیو قرار 8مین قسمت داریوش رو از یه زاویه جدید بررسی کنیم و در کنار اشکالات اساسی اون تئوریایی رو بگیم که میتونه در ادامه اتفاق بیفته و داستان رو جذاب کنه و در نهایت پیشبینی قسمت بعد. پس تا پایان ویدیو همراه من باشید. ما توی قسمت قبلم فهمیدیم ساقی کی و چیکار است. چرا فکر میکنید مخاطب انقدر ساده است که باید یه موضوع چند دقیقه‌ای رو توی 2 قسمت چندین بار تکرار کنید؟ اولش فکر کردیم اون یه خلافکار و کارش گول زدن آدم است که به یه باند مخفی وصله. اما در ادامه دیدیم که ساقی یه زن تنهاست که یه دختر معلول داره و به خاطر هزینه‌های درمانش کلی بدهی داره. اون حتی نمیتونه که از دخترش مراقبت کنه. هدفش هم از قرار گذاشتن با مردای سن بالا و باج گرفتن از اونا فقط گذروندن زندگی بود که بتونه خرج خودش و بچه‌شو بده. حتی خونه‌ای که توش زندگی میکرد هم مال خودش نبود. طبق پیشبینی که قسمت قبل داشتیم گفتیم داریوش از این موقعیت ساقی میتونه به نفع هر دوتاشون استفاده کنه و اونو شریک کنه تا بتونه راحت به طلاها برسه که دقیقاً توی این قسمت پیشبینی ما درست در اومد و داریوش سراغ ساقی رفت. اما قبل اینکه به این ماجرا برسیم چند تا تئوری راجع به همکاری این دوتا شخصیت بگیم. بهتره قبلش موضوعی رو بگم که واقعا تکراری و حوصله سربر بود و اون دقیقاً فهموندن دوباره شخصیت ساقی به بیننده ها و پر کردن کلی از تایم سریال با این سکانس ها بود که واقعا سطح کارو پایین آورد و چیز تازه‌ای به اون اضافه نکرد. در صورتی که سریال داره به 10 قسمت میرسه و باید خیلی با سرعت پیش بره تا هیجان رو بشه ازش گرفت، اما هر بار همین اشتباهات به ظاهر جزئی سریال رو از تب و تاب میندازه. حالا بازم اگه ژانر کمدی، سرگرمی یا اجتماعی بود اوکی میشد درک کرد، ولی داستان جنایی معماییه و باید خیلی بیشتر به همه چیش دقت بشه تا بتونه مخاطب و سفت و سخت تا لحظه آخر نگه داره، نه اینکه مثل من و مطمئناً خیلی از شماها برای دیدن سکانس مهم جدید هی ویدیو رو جلو بزنیم و از صحنه‌های تکراری بگذریم. حالا اون اصلا به کنار. نویسنده چرا برای اینکه در ظاهر مخاطب و برای قسمت بعد منتظر بذاره توی دقایق آخر داریوش رو سمت ساقی میاره و قضیه طلاها رو بهش میگه؟ والا اگه به حرف وحید گوش میداد خیلی آبرومندتر بود. همونطور که دیدیم بعد از روبرو شدن دوباره ساقی و داریوش توی هتل و درگیری اونا، وحید به اون گفت که همین الان برو زودتر قضیه چاه طلا رو به ساقی بگو تا از این وضع در بیای. کار بهتر این بود که این رفتن داریوش خونه ساقی رو توی نیمه اول اپیزود نشون بدن، نه اینکه کلی چیزای مسخره بینش به وجود بیارن تا اینکه در آخر داریوش جلوی ساقی اعتراف کنه و اونم توی چند دقیقه آخر اجازه بده بیاد توی حیاط که چاهو بکنه. به نظرم اگه این سکانس جلوتر می اومد و ما توی لحظه‌های آخر نقشه ساقی و داریوش رو برای رسیدن به طلاها و پیچوندن بهرامو میدیدیم خیلی برامون جذاب‌تر میشد. حالا درسته که کارگردان با نشون دادن مرتضی و برگشت اون خواست تا قسمت بعد ما رو منتظر بذاره، اما ماجرای طلا و کندن چاه خیلی مهمتر بود. خب برای این قسمت و همراه شدن داریوش با ساقی میشه چند تا تئوری داد. اولیش اینه که داریوش شاید در ظاهر با یه زن بیچاره که همه فکر و ذکرش پول درآوردن روبرو باشه، اما در نهایت چیزی که از شخصیت ساقی معلومه اینه که این زن توی زندگیش زخم زیاد خورده و آدمی نیست که به راحتی از اون همه طلا بگذره. درسته به داریوش گفت 3 میلیارد سهم میخواد، ولی از اون طرف اصرار داشت موقع رسیدن به طلاها و کندن چاه خودش بالا سر داریوش باشه، که اینجا باز میشه 2 تا نظر داد. یکی این که اون میخواد مطمئن بشه چقدر طلا اون زیره تا بتونه سهم بیشتری برداره و زندگی بهتری داشته باشه در آینده. دوم این که ساقی هم به نظر رفقای اهل خلافی داره که بتونه باشون زد و بند کنه تا موقع رسیدن به طلاها بیان کمکشو داریوشو فریب بده تا همه پولا مال خودش بشه. چون همونطور که اول سریال دیدیم هم رفیق طلا فروش داره که شمشا رو براش آب کنه و هم جرأتشو داره، اما اینکه این کارو میکنه یا نه باید صبر کرد و دید. به نظرم اگه داریوش واقعا با ساقی رو راست باشه و بهش دروغ نگه میتونه رو شراکت اون حساب کنه، که حس میکنم داریوش جدا از همه اینا ساقی رو مورد اعتماد میدونه و براش 2 تا دلیل دارم. دلیل اول اینه که داریوش هم مثل ساقی وضع مالی خوبی نداره و تمام سختیای ساقی رو درک میکنه. دیگه بعد اینکه فهمیده اون خیرش به بقیه میرسه نمیتونه بهش خیانت کنه. و دلیل دومم اینه که اگه دقت کنید چندین بار ما حس عشق و عاشقی رو از رفتارهای داریوش گرفتیم. توی قسمت قبل هم ساقی که بعد دیدن داریوش به هم ریخت و
مدام میخواست باهاش ارتباط بگیره. توی این قسمت هم رفتارای ساقی جوری بود که انگار ته دلش به داریوش اعتماد داره. پس یکی از احتمالایی که به آینده سریال میشه داد ارتباط عاشقانه این دو نفر و کمک کردن ساقی به داریوشه. توی قسمت قبل اگه یادتون باشه زمانی که لیلا رفت با بهرام صحبت کنه بهش گفت که چقدر زندگی خودش و پسرش براش مهمه و حاضر به خاطر بهرام از باباش هم بگذره. اینجا به نظرم لیلا ناخواسته با این حرفش به بهرام گفت که میتونه سمتش بیاد. هرچند دلش با وحیده، اما در ادامه ممکنه برای دور کردن سیفی از بچهش این کارو بکنه که اگه واقعا با بهرام ازدواج کنه داریوش از قبل هم تنها تر میشه و حالا میتونه با وجود ساقی جلوی اونا وایسه تا حقشو نخورن. بهرام هم توی این قسمت با فرستادن سیفی خونه صفیه و پس دادن پنیری که برای اون خریده بود بهش فهموند که دیگه هیچ وقت نمیتونه به زندگیش برگرده و قرار نیست دوباره اونو سیغه یا به سمتش بره. این رفتار بهرام کاملا نشون داد که اون تحت تاثیر حرفای لیلا قرار گرفته و هر طور شده اونو به دست میاره. حالا اگه لیلا زن بهرام بشه قطعاً وحید هم تا آخر کنار ساقی و داریوش میمونه تا نذاره طلاها دست بهرام و دار و دستش بیفته. به نظرم بعد شخصیت وحید از یه پسر شهرستانی و ساده به یه خلافکار درجه یک تبدیل میشه که از دشمنای بهرام میتونه بشه. اما فکر میکنم تیم داریوش بیشتر از 3 نفر قراره باشه، چون همونطور که توی این قسمت هم دیدید با برگشت مرتضی دوست قدیمی داریوش که خیلی هم رو رفاقتش حساب میکنه، نفر 4می که به داریوش کمک میکنه همین آدمه. هرچند در ظاهر یه آدم احساسی شکننده است، ولی به نظرم بعد فهمیدن کارهایی که برادرش با اون کرده و اونو سالها از یه زندگی آروم و دختری که دوستش داشت محروم کرده دیگه آدم قبل نمیشه و حالا اونم به داریوش کمک میکنه تا به یه پولی برسه و بتونه دیه رو به خانواده مقتول بده و بدون اینکه منت برادرشو بکشه خودشو نجات بده. در مورد کاظم من باید بگم که تا اینجا نظرم مثل قبله و به نظرم اون یه آدم دوروئه که به خاطر شخصیت ساده‌ای که داره خیلی راحت گول حرفای بهرامو میخوره. به نظرم بعد اینکه بفهمه داریوش از جای طلا خبر داره و به اون چیزی نگفته دشمنیش با اون بیشتر هم میشه و کاملا طرف بهرام رو میگیره. اگه توی قسمت قبلم یادتون باشه بهرام بهش گفت که از گذشته اون آتو داره و هیچ جوره نمیتونه اونو دور بزنه. پس کاظم یکی از افرادیه که داریوش باید خیلی مراقب اون باشه، چون به خاطر زنش هم که شده نمیخواد بهرام کارایی که قبلا کرده رو بهش بگه و برای همینم داریوش نمیتونه روی اون حساب کنه. اما شخصیتی که هنوزم معلوم نیست واقعا چی تو سرشه به نظرم باز سیفیه که از اون طرف از بهرام کلی اطلاعات داره و دوست صمیمی علیرضا برادر مرتضی هم هست. با توجه به کینه‌ای که سیفی از بهرام و گذشته خودش داره، مخصوصا اگر لیلا و بهرام به هم برسن، اون از دست بهرام فرار میکنه و خودشو به علیرضا میرسونه تا جاش امن باشه و از اون طرف بتونه از بهرام انتقام بگیره و پسر خودش رو هم از لیلا پس بگیره. همونطور که دیدیم توی این قسمت هم وقتی پنیر رو برای صفیه برد ناراحت بود. من اسم میکنم علت این ناراحتی این بود که اون فهمید بهرام دلش با لیلاست. برای همینم سیفی که در هر صورت نمیخواد پسرش زیر دست همچین آدمی بزرگ بشه یکی از دشمنای جدی بهرام میشه در آینده. خب اینم از بررسی قسمت 8 سریال داریوش. نظر شما راجع به قسمت بعدی و شخصیت‌های جدیدی که دارن هر بار به داستان اضافه میشن چیه؟ به نظرتون آخر داریوش به تله‌ها میرسه یا باید جای دیگه‌ای دنبالش بگرده؟ حتما نظرتو بنویس. اگه این ویدیو رو دوست داشتی لایک و سابسکرایب یادت نره. تا برنامه بعد، ارادتمند شما علی ابراهیمی.